پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم به خاطر کلامت که نور راههای ماست. از تو ممنونم که سبب فیض و لطفت و از راه ایمان به مسیح و خداوند و واقعیت مرگ و قیام او ما را نجات دادی. خدای شکرت میکنم برای امروز که به ما اجازه دادی یک روز دیگه دور هم جمع بشیم و از کلام تو توسط کش همزه بشنویم. خدای گوشهای ما رو باز کن، قلبهای ما رو آماده کن برای اینکه کلام تو بشنویم و بفهمیم و در راه تو بتونیم قدم برداریم و هر روز به تو نزدیکتر بشیم. خدای شکرت میکنم و طلبیدم به نام عیسی مسیح ناصری. آمین. آمین آمین. جلال بر نام عیسی مسیح که یک روز دیگه به ما این فرصت رو داد تا از او بشنویم، از او یاد بگیریم، توسط روح القدسش به ما درس بده. ما هیچ کدوم معلم نیستیم. معلم کتاب مقدس، معلم کلام عیسی مسیح خود عیسی مسیح هست و خدای زنده است. ما از آن پاک دلانیم که به کس کینه نداریم. در این موقع من میخوام یاد همه زندانی های سیاسی که این جمهوری شیطانی بدون دلیل، بدون هیچ جرمی اینها رو زندانی کرده، به خصوص در حال حاضر که حکم اعدام برای توماج فقط به خاطر چند تا آوازی که خونده. خداوند عیسی مسیح قلب های اینا رو لمس بکن. ما برای مردن کسی دعا نمی کنیم. ما فقط دعا می کنیم که همونطور که تو برای جهان بالای صلیب رفتی، هیچ کس هلاک نشه. همه از قوت و قدرت این شیطان فریبکار دروغگو دوز خلاص بشن و در فیض تو قرار بگیرن و نجات پیدا کنن. خداوند ما رو هم بفرست تا بتونیم به جهانیان خبر خوش تو رو برسونیم. از همه عزیزانی که این صدا رو میشنون سپاسگزارم، برای هم کسانی که در زوم زنده هستن و وقت بسیار گرانبهای خودشون رو میگذارن تا از خداوند یاد بگیرن، و برای همه کسانی که از اقصا نقاط جهان میان و این پیام ها رو گوش میکنن که واقعا همه عزیزان ما رو مورد تشویق قرار میدن، با اینکه این پیام ها خیلی متفاوت از اون چیزی که در این کلیساهای فرقه‌ای شنیده‌اند هستش، ولی واقعا من سپاس فراوان به تک تک این عزیزان میگم و سپاس به عیسی مسیح میگم که در این زمان قلبها رو به این شکل با محبت عظیم خودش لمس کرده که این عزیزان بیان و بشنون. جلال بر نام عیسی مسیح. سپاس بر نام عیسی مسیح. خب امروزم قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنیم که همون رومیان، ادامه کتاب رومیان در باب 8 هست، باید بگیم که کلیسای کلام خدا به هیچ فرقه کلیسایی، به هیچ دین و مذهبی، حتی به دین مسیحیت که این فرقه ها مسیحیت رو تبدیل به دین کردن بستگی نداره. فقط و فقط در اطاعت کلام مسیح از اولین آیه در سفر پیدایش شروع میشه تا آخرین آیه در مکاشفه باب 22 ادامه داره و خوشحالم که این پیام ها حتی به گوش کسانی که
خودشون رو رهبران کلیساها میدونن، رهبران فرقه ها میدونن، به گوش اونها هم میرسه. خداوند قلبشون رو لمس میکنه که از این فرقه ها بیان بیرون و فقط مسیحی باشن. اتفاقا دیروز یکی از عزیزان با من مطلبی رو مطرح کرد که با یکی از همین دوستان این پیام های کلام خدا رو در میان گذاشته و چقدر خوب پیشرفت کرده و این باعث خوشحالی میشه که اگر این کسانی که دیگران رو رهبری میکنن و بیان پیام های واقعی طور عیسی مسیح توسط روح القدس بشنوند و اونها رو به دیگران بگن، این بزرگترین آرزوی ما هست و بزرگترین جایزه‌ایه که تو خداوند میدی. و میبینم که در گزارشی که یوتیوب برای من میفرسته 942 تا اشتراک گذاشته شده. این اشتراک گذاشتن واقعا وظیفه هر کدوم از ما مسیحیان هستش که وقتی کلام عیسی مسیح رو میشنویم، کلام عیسی مسیح در ما کار میکنه، این رو با دیگران به اشتراک بذاریم، قائمش نکنیم، تو صندوقچه قلب خودمون نذاریم. اول بین در خانواده خودمون، بعد در شهر خودمون، بعد در اقصا نقاط جهان این آوازه رو برسونیم. ببینید این شیطان چجور ناغاره میزنه، چجور فریاد میزنه و دیگران رو فریب میده. بایستی حرکت کنیم این مرواریدهایی که خداوند در کلامش برای ما گذاشته به دیگران برسونیم. اگه تا حالا هر کدوم ما این کار رو نکردیم، از امروز اون رو شروع کنیم. خب بریم برای درس امروز از کتاب رومیان باب 8 آیات 5 تا 12 رو بخونیم، بلکه آیات 5 تا 13 رو بخونیم. خب we are going to read verses from Romans chapter 8 verses 5 to 13. خب رومیان باب 8 آیات 5 تا 13. زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر میکنند و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی است. زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند. و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. اگر لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد. و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست. و اگر مسیح در شما است، جسم به سبب گناه مرده است و اما روح به سبب عدالت حیات است. و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن است. بنابراین ای برادران، مدیون جسم
نیستیم تا بر حسب جسم زیست نماییم. زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید هر آینه خواهید مرد. لکن اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همانا خواهید زیست. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم در این مطالعه فصل 8 رومیان واقعا خیلی خیلی مطلب هست، خیلی نکات ظریف و زیبایی هست. از باب 8 آیه 5 رو نگاه کنیم، در اینجاست که این اگه یادتون باشه در جلسه گذشته شریعت روح حیات و شریعت موت و گناه رو صحبت کردیم که شریعت روح حیات همون تولد تازه هست که به وسیله ایمانی که با خرد و شناخت باشه روح خدا در اون کسی که به خداوند توکل کنه و خودش رو به خداوند بسپاره و قول بده که از کلام خداوند اطاعت بکنه به وسیله ایمانی که از خرد و شناخت کلام به دست آورده، اون وقت دیگه در جسم نیست. شریعت موت و گناه همون شریعت دینی هست، شریعت جسم هست، کارهای جسمی هست که در آیه 5 به بعد ما این رو میبینیم. زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند، یعنی در شریعت جسمی هستند، یعنی در شریعت روح نیستند، یعنی تولد تازه ندارن، یعنی هر دینی رو ممکنه داشته باشن که البته این در اینجا میبینیم که یکی از این ترجمه های انگلیسی شریعت جسم، شریعت موت و گناه رو تبدیل میکنه به ذات گناه آلود که کلمه انگلیسیش میشه sinful nature و این ترجمه رو ترجمه انگلیسی NIV هست که کلیسای پرسبیتریان، فرقه منحرفه پرسبیتریان این رو ترجمه کرده و این دین رو تبدیل کرده به sinful nature، یعنی ذات گناه آلود. اینها عقیدهشون اینه که هر کسی به این دنیا میاد گناه کرده، گناهکاره. این بسیار غلطه. خواهش میکنم متوجه این باشید. و خیلی از کلیساها به این ذات گناه آلود چسبیدن و خیلی هم دوست دارن که بگن هر کی به این دنیا میاد گناهکاره. نه خیر. تمیزترین چیزی که در دنیا وجود داره همون نوزادیه که در شکم مادرش هست. یک خلق شده دیگه میخواد به این دنیا بیاد. چقدر زیباست. هیچ وقت بچه کوچولو تازه دنیا اومده رو نگاهش میکنه چقدر پاکه، هیچ خللی در اون نیست، هنوز وارد این مسائل این سیستم دنیا نشده، هنوز دروغ نمیگه، بلد نیست دروغ بگه، هنوز غیبت نمیکنه، بلد نیست غیبت کنه، هنوز حسادت نمیکنه.
چطور میتونیم اینو بهش بگیم گناهکاره؟ هنوز هیچ حرکتی نکرده، هیچ حرفی نزده، هیچ کار زشتی نکرده. متاسفانه خیلی از این کلیساهای فرقه‌ای این کلمه سینفول نیچر یا همون ذات گناه‌آلود رو چسبیدن و میگن هر کی که به این دنیا میاد گناهکار. گناه کردن یک فعله. تا کسی به اون دانش و به اون رشد فکری نرسه که خودش تصمیم بگیره که کاری رو بکنه که خدا ناخوشنود بشه، کسی گناه نکرده. گناه در این جهان هست، اما تا کسی مرتکب اون نشه گناهکار نیستش. آخه بچه‌ای که توی دل مادرش هست چیکار کرده که اینو بگیم گناه کرده؟ چرا اینقدر خرافات رو با کلام مسیح قاطی میکنن؟ این سینفول نیچر رو از کجا آوردن؟ ذات گناه آلود رو از کجا آوردن؟ اون شریعت موت و گناه رو در این ترجمه NIV تبدیل کرده به ذات گناه آلود. اینجا خدا رو شکر در این ترجمه ما بسیار بسیار خوب این رو توضیح داده. زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر میکنند و اما آنهایی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. اونهایی که در دین هستند فقط کارهاشون دینیه. اگر کار خوبی هم میکنن به خاطر اینکه برن به بهشت. اگر کار خوبی میکنن انتظار دارن که اون کار خوب یه استفاده بهشون برسونه. آنانی که بر حسب جسم هستن در چیزهای جسم تفکر میکنن. چجوری دستمون رو بشوریم، چجوری وضو بگیریم، چجوری تیمم کنیم، چجوری غسل کنیم، چجوری لباس بپوشیم. این دینی های یهود رو حتما دیدید، چه کلاهی سرشون بذارن، چه لباسی با چه رنگی این لباس رو بپوشن، یه ریشه های اینجوری آویزون کنن، موهاشون رو ندانن، ریشهشون نمیدونم. این چیزها رو، همه کارهای جسمی هست، هیچ چیز درونی نیست، همه چی بیرونه. اگه روزه میگیرن زبونشون رو نشون همه میدن، ای داد و بیداد، ببین من چجوری روزه گرفتم، الان زبونم چجوری شد. ولی اونهایی که در روح هستن تفکر روح رو میکنن، اونها تبدیل میشن. دوم قرنتیان 5:17 2 Corinthians 5:17 If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. دوم قرنتیان 5:17 اگر کسی در مسیح خلقت تازه است، چیزای کهنه درگذشت، همه چیز نو میشه. دوم قرنتیان 5:17 تک تک ما باید زندگی خودمون رو بررسی بکنیم. من خیلی خوشحالم روندبانو امروز البته نتونسته بیاد، ولی در این مدتی که مطالعه کرده خیلی از آیات رو حفظ میکنه و خیلی اون
شهادت زندگی خودش رو که قبل از مسیح و چطور شد مسیح رو پذیرفته و بعد از مسیح، بعد از پذیرفتن مسیح زندگیش چطور عوض شده. تک تک ما باید با اون زندگی خودمون نگاه کنیم. من که بعدم از همه خرابتر بوده، از همه دنیا و از من خرابتر بوده. الان هم همینطور خداوند داره در من کار میکنه. یادتون باشه من هیچ وقت معلم نبودم، معلم نخواهم بود، معلم نیستم. معلم کتاب مقدس کلام عیسی مسیح، خود عیسی مسیح از توسط روحش به ما درس میده، برای اینکه او خدای زنده هست، وکیل و وصی هم نداره. باید اینو همیشه یادمون نگه داریم. هر کدوم ما اون یه ورقه رو بنویسیم، نمونه اون شهادت رندابانو رو من براتون گذاشتم. لطف کنید بنویسید که قبل از مسیح چی بودید. بنویسید که چی شد که مسیح رو پذیرفتید. بنویسید که بعد از پذیرفتن مسیح چه تغییراتی کردید. خب میبینیم که از آن جهت، آیه 6، از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی است. دو تا مسئله رو داره بررسی میکنه: شریعت روح حیات، شریعت موت و گناه. کسانی که در دین بمونن همش تفکرات دینی دارن، خیلی خیلی محبت کنن، میخوان کارهای نیکو انجام بدن که خدا رو بخرن. خدا فروشی نیست. کسی با پولش، با ثروتش، با خوبی کردنش نمیتونه خدا رو بخره. فقط توسط ایمان از روی خرد و شناخت هست که روح خدا در کسی ساکن بشه، از تفکر جسم، از تفکر دینی بیاد بیرون و در تفکر روح قرار بگیره. تنها راهش این رو در 3 جلسه برگزیدگان رو پیامش رو خداوند فرستاده براتون. حتما این برگزیدگان رو مطالعه دیگه بکنید. سکونت گناه هست که ما رو در دین نگه میداره. وقتی در دین هستیم گناه در ما زیست میکنه. فقط راه رهایی از این گناه اینه که کلام مسیح رو بخونیم، از او یاد بگیریم. بریم در رومیان ببینیم که این گناه که توسط دین در ما خباثتش روشن میشه. جلسات گذشته راجع بهش صحبت کردیم. برای یادآوری بریم رومیان 7 آیات 14 تا 20 رو بخونیم. Romans chapter 7 verses 14 to 20. Romans chapter 7 verses 14 to 20, talking about the sin which is in us when we are in the religion, any religion. در تفکر هر نوع دینی باشیم این در ما کار میکنه. رومیان باب 7 آیات 14 تا 20. زیرا میدانیم که شریعت روحانی است، لکن من جسمانی و زیر گناه فروخته شدم.
شریعت عیبی درش نیست، خوندنش لازمه، دانستنش لازمه، ولی درش موندن لازم نیست. ولی من جسمانی هستم، زیر گناه فروخته شدم. من نمیتونم همه شریعت رو نگه دارم، به خاطر اینکه در این جسم هستم. در یه جایش لغزش میخورم. جلسه پیش خوندیم اگر در یه قسمتی از شریعت لغزش بخوریم، در همه اون وقت گناه کرد. که آنچه میکنم نمیدانم، زیرا آنچه میخواهم نمیکنم، بلکه کاری را که از آن نفرت دارم به جا میآورم. وقتی در دین هستی میخوای کار خوب بکنی، میخوای از احکام شریعت اطاعت کنی، ولی این جسم ما به ما اجازه نمیده. از هرگاه کاری را که نمیخواهم به جا میآورم، شریعت را تصدیق میکنم که نیکوست. و وقتی اون چیزی که ما میخوایم نمیتونیم انجام بدیم به خاطر جسم ضعیفه، شریعت دین رو میدونیم که درسته، ولی من غلطم. هرچه هست از این جسم بیسامان منه، ورنه تشریف تو بر کس کوتاه نیست. خداوند تو دستات بازه برای همه که هیچ کس هلاک نشه. هرچی هست از من دیندار برمیاد. الحال من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه آن گناهی که در من ساکنه. وقتی کسی در دین هست، اون گناه هست، اون خباثت گناه هست که او رو کنترل میکنه. چرا در جسم ضعیف هستیم؟ زیرا میدانم که در من، یعنی در جسدم، هیچ نیکویی ساکن نیست. میخوام نیکویی بکنم ولی برعکسش عمل میکنم. زیرا که اراده در من حاضر است، اما صورت نیکو کردن نه. زیرا آن نیکویی را که میخواهم نمی کنم. اگر هم یک کار خوب میکنیم منتظر بازگشتش هستیم، بلکه بدی را که نمیخواهم میکنم. پس چون آنچه را نمیخواهم میکنم، من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه گناه که در من ساکن است. باید راهی پیدا بشه که این گناه از من خارج بشه. اون رو مطالعهش میکنیم و اون تنها سکونت روح القدس هست. لحاظا این شریعت را، پس چون آنچه را نمیخواهم میکنم، من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه گناه که در من ساکن. باید از سکونت گناه نجات پیدا کنیم. وقتی از سکونت گناه نجات پیدا کنیم، تفکر جسم تبدیل میشه به تفکر روح و روح هست که در ما کار میکنه. دیگه جسم بر ما سلطنت نمیکنه. تفکر جسم موت است. از اول سفر پیدایش اینو داره خداوند به ما میگه. میگه اگر در دین بمانید،
و از دین خلاص نشی تفکر جسم شما رو میکشه. بریم در سفر پیدایش. این آیه رو خیلی وقتا خوندیم، دوباره تکرارش میکنیم. Genesis chapter 2 verse 17. اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا که روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. خداوند داره به ابنای بشر میگه. البته اینجا میبینیم که به آدم و حوا صحبت میکنه، ولی همونطور که صحبتشو کردیم این بس پیدا میکنه اگر فقط برای آدم و حوا بود دیگه به دست ما نمیرسید. گفته های کلام خدا برای همه انسان هاست، برای انسان مخصوصی، برای ملت مخصوصی نیستش، برای همه ابنای انسان هاست و برای همه زمان هاست، برای همه زبان هاست، محدود نیست برای یک شخصی. اگر در دین بمانیم و بگذاریم تعصب دین در ما ریشه کنه، گناه در ما زندگی میکنه. وقتی که گناه در ما زندگی میکنه و گناه بر ما سلطنت میکنه، اون کاری که میخوایم نمیتونیم بکنیم، بلکه کاری که نمیخوایم انجام میدیم، که این تفکر جسمه. تفکر روح هست که ما رو از گناه آزاد میکنه. تفکر روح فقط توسط تولد تازه به وجود میاد. تفکر روح فقط و فقط با سکونت روح عیسی مسیح، که اگر با خرد و شناخت از کلام عیسی مسیح به حضور او بریم و او قلب ما رو نگاه میکنه، ببینه که در آینده این کسی که الان داره دعا میکنه و از مسیح میخواد در او ساکن بشه، آیا در آینده مسیح رو اطاعت میکنه؟ تمام کلام مسیح رو، نه قسمتیشو. متاسفانه بایستی اذعان کنم بگم که این فرقه ها، هر فرقه‌ای که میخواد باشه، هر اسمی که میخواد روش خودش بگذاره، کلام رو قسمتیش رو اطاعت میکنن، قسمتیش رو اطاعت نمیکنن. و خداوند در آیات بسیار مشخصی به ما میگه که روحش رو به کسانی میده که تمام کلام او رو اطاعت کنن. و اینو بارها براتون خوندیم. اما چطور روح در ما ساکن میشه؟ بریم چند تا آیه در این باره بخونیم. اولش تیتوس باب 3 آیات 4 تا 7 میخونیم. Titus chapter 3 verses 4 to 7 about newborn. تیتوس باب 3 آیات 4 تا 7. Titus chapter 3 verses 4 to 7 for newborn. در تیتوس باب 3 آیات 4 تا 7. لیکن چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد در عیسی مسیح، نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه. ببخشید
این تعمید آب نیست، تعمید روحه. به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است. اون غسلی تولدی تعمیدی که در روح القدس هست تولد تازه هست. آقایون خانومای پنتیکاستی بشنون کلام چی میگه. نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده باشیم. لازم نیست که حتما به زبانها یا هر هدیه دیگه به ایمان خودمون بچسبونیم. نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است که او را به ما به دولتمندی افاضه نمود به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح تا به فیض او عادل شمرده شده وارث کردیم به حسب امید حیات جاودانی. تا به فیض او، فقط نجات از راه فیض، وسیله اون ایمانه. بدون ایمان حاصل رضامندی خدا غیر ممکنه. عبرانیان باب 11 آیه 6. Hebrews chapter 11 verse 6. Without faith it's impossible to please God. Without faith it's impossible to please God. برای خوشنودی خدا بدون ایمان محاله. خب تولد تازه فقط فیض خداوند هست. یک آیه دیگه در این در مورد تولد تازه، وقتی تولد تازه کردیم اون وقت دیگه تحت فرمان جسم نیستیم. گناه در جسم ما سلطنت نمیکنه، بلکه روح خدا هست که در ما زیست میکنه. فقط و فقط به وسیله ایمان. بریم در اول پتروس باب 1 آیه 3 تا 5 رو بخونیم. About the newborn in Christ, we are reading verses from 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. اول پتروس باب 1 آیات 3 تا 5. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید کرد. از نو تولید نمود. تولد تازه برای امید زنده. وقتی امید زنده هست دیگه امید نیست. چیزیه که به دست آوردیم به جهت میراث بی فساد و بی آلایش ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. نجات از دست دادنی نیست. وقتی خداوند کسی رو فرزند خوانده خودش میکنه هیچ چیز ما رو از محبت مسیح نمیتونه جدا کنه. که آیه 5 که به قوت خدا محروس هستید به ایمان برای نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود. این نجات که به وسیله فیض خداست و روح خدا در ما ساکن میشه، ما دیگه از اون شریعت موت و گناه پیروی نمیکنیم. گناه در ما سکونت نمیکنه، گناه در ما سلطنت نمیکنه، بلکه روح خداست که ما را هدایت میکنه. چون تولد تازه پیدا کردیم
این به وسیله قدرت خدا حفاظت میشه. محافظت کسانی که فرزند خونده خدا میشن به وسیله قدرت خداست. قدرت یهوه. چه قدرتی میتونه بالاتر از اون باشه؟ هیچ قدرتی نمیتونه از او بالاتر باشه. خب ادامه میدیم در رومیان باب 7 آیه 7. زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند. شریعت روح حیات شریعت خدا هست. شریعت موت و گناه شریعت دینی هست که تا از دین نیایم بیرون نمیتونیم زیر فیض خدا قرار بگیریم. و کسانی که جسمانی هستند، کسانی که در دین هستند، نمیتوانند خدا را خوشنود کنند. بدون ایمان حاصل رضامندی خدا محال است، غیر ممکنه. لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد. و هرگاه کسی روح مسیح را ندارد از آن او نیست. هیچ کسی نمیتونه بفهمه که آیا روح مسیح در من ساکن هست یا نه جز خودم و عیسی مسیح. هیچ کس نمیتونه بفهمه که شما تولد تازه داری یا نداری، روح خدا در شما ساکنه یا نه. خود شما و عیسی مسیح. و این در دوم قرنتیان 13:5 ما همیشه این آیه رو خوندیم که خودت رو باید امتحان کنی. خودت رو امتحان کنی ببینی که در ایمان هستی. اگه کسی روح مسیح رو نداره اصلا متعلق به مسیح نیست. این رو در یوحنا باب 4 چند آیه ازش بخون. جان چاپتر 4 یوحنا باب 4 از آیه 23 تا 25. John chapter 4 verses 23 to 25. این موقعی که عیسی مسیح داره با یه زن سامری که یهودی ها نجس میدونستن سامری ها رو، ولی خداوند عیسی مسیح همه رو پاک میدونه، همه رو میخواد نجات بده. یوحنا باب 4 آیه 23 تا 25. لیکن ساعتی می آید بلکه الان است که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد. زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است. روح القدس همون یهوه خداست. خدا روح است و هر که او را پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد. زن بدو گفت میدانم که مسیح یعنی کریستوس می آید، پس هنگامی که او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد. آیه 26 هم میخونیم. عیسی بدو گفت من که با تو سخن میگویم همانم. خدا پرستندگانی رو که با روح و راستی او رو پرستش میکنن طالبه. پس در خودتون جستجو کنید که روح خدا در ما ساکنه و این رو فقط و فقط خود شخص میدونه. در رومیان باب 8
آیه 16. Romans chapter 8 verse 16. همان روح و روح‌های ما شهادت میدهد که فرزند خدا هستیم. روح خدا در قلب‌های ما به ما شهادت میده که فرزند خدا هستیم. چند تا آیه دیگه در این خصوص از افسوسیان باب 1 آیه 13 و 14 رو بخونیم. Ephesians chapter 1 about the newborn in Christ. Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. افسوسیان باب 1 آیات 14 و آیات 13 و 14. افسوسیان باب 1 آیات 13 و 14. و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت خود نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید. خداوند مهر ایمان رو از روح قدوس وعده مختوم شدید که بیانیه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. بدون ایمان حاصل رضامندی خدا غیر ممکنه. دوم، این بیانیه روح رو خداوند از الان به ما میده که ما دیگه گناه بر ما سلطنت نکنه، بلکه روح خدا هست که ما رو هدایت میکنه. اینو تولد تازه رو خداوند توسط فیضش، رحمتش، بخششش در تیتوس خونده به ما میده. دوم قرنتیان در همین باره درباره بیانیه روح که خدا به ما میده، دوم قرنتیان باب 5 آیات 4 و 5 رو میخونیم. Second Corinthians chapter 5 verses 4 and 5 about deposit of the Spirit of God. Second Corinthians chapter 5 4 and 5. Second Corinthians chapter 5. دوم قرنتیان 5 4 آیات 4 و 5. از آن رو که ما نیز که در این خیمه هستیم گرانبار شده آه میکشیم، از آن جهت که نمیخواهیم این را بیرون کنیم، بلکه آن را بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود. وقتی که از دین در بیایم و روح خدا در ما ساکن بشه، اون دین که فانی بوده و از وی میره، نجات درش نیست، حالا در حیات عیسی مسیح توسط روحش زیست خواهیم کرد. اما او که ما را برای این درست ساخت خدا است که بیانیه روح را به ما میدهد. خدا اون بیانیه روح رو به ما میده، ما رو در روح خودش ساکن میکنه، روح خودش رو در ما ساکن میکنه که دیگه بر حسب جسم زندگی نکنیم. بر حسب جسم نمیشه خدا رو خوشنود کرد. اگه کسی روح خدا رو نداره اصلا از آن مسیح نیست.
این رو در رومیان باب 8 میخونیم. تکرارم: و کسانی که جسمانی هستند، آیه 8 به بعد، نمیتوانند خدا را خوشنود سازند، لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد. هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست. اینجا در این دو تا آیه روح خدا و روح مسیح و نجات همشون با هم دیگه به هم چسبیده، از هم جدا نیست. روح خدا همون روح مسیحه، روح مسیح همون روح القدسه. و اگر آیه 10، و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید، روح القدس در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید بدنهای فانی شما را نیز زنده خواهد ساخت. اون وقت دیگه گناه در ما سلطنت نمیکنه، بلکه روح خدا در ما سلطنت میکنه، به روح خود که در شما ساکن است. بنابراین برادران مدیون جسم نیستیم، دیگه در ذهن نیستیم وقتی روح خدا در ما ساکن، تا بر حسب جسم زیست نماییم، تا گناه بر ما سلطنت کنه. وقتی روح خدا در کسی ساکن میشه دیگه گناه بر او سلطنت نداره. زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید هر آینه خواهید مرد. اگه اون میوه جسمو که همون دین هست بخوریم، این بره تو سلول های روحانی ما، تعصب در ما ایجاد بشه، زاویه دیدمون کوچیک میشه، نمیتونیم کلام خدا رو بفهمیم. کلام خدا رو فقط توسط روح خدا میشه درک کرد. اگه کسی کلام خدا رو درک نمیکنه، متوجه باشه که روح خدا در او ساکن نیست. فقط به وسیله روح خدا هست که میشه کلام خدا رو درکش کرد. بنابراین آیه 12: بنابراین ای برادران مدیون جسم نیستیم تا بر حسب جسم زیست نماییم. زیرا اگر بر حسب جسم زیست کنید هر آینه خواهید مرد. لکن اگر افعال بدن را به وسیله روح بکشید همانا خواهید زیست. فقط حضور روح مسیح هست که ما رو نجات میده. هیچ راه دیگه ای نداره. 2 تا آیه دیگه هست که خودتون مطالعهش بکنید. حتما قبلا مطالعه کردیم. اول قرنتیان، وقتمون دیگه به پایان رسیده. اول قرنتیان باب 3 آیه 16: آیا نمیدانید که روح مسیح در شما ساکن؟ و همینطور اول قرنتیان باب 6 آیه 19: روح مسیح در کسانی که تولد تازه دارند ساکن شد. خداوند سپاسگزارتیم برای این همه محبتی که به ما داری، برای نجاتی که توسط فیضه. خداوند در این موقع دعا میکنیم همه زندانیای سیاسی آزاد بشن، به خصوص این حکم ناعادلانه برای این عزیز که فقط آهنگ خونده، فقط آواز خونده. توماج عزیز رو خداوند نجات بده. خداوند ایران رو نجات بده. همه دیکتاتورها رو خداوند از قدرت بردار. دعای امروز ما این هست. امسال سال آزادی ایرانه. نور بر تاریکی
پیروز است و ما برمیگردیم به کشورمون. این خانه قشنگ است اما خانه من نیست. این ملک چه زیباست اما ملک وطن نیست. همه این چیزها رو در نام یگانه منجی عالم بشریت، خداوند محبت، خداوند صلح و صفا و صمیمیت، خداوند عدالت می‌طلبیم. عیسی مسیح خدای زنده. آمین.